بذار با یه سوال شروع کنیم. تا حالا شده برای خودت یه تصمیم خیلی جدی بگیری؟ مثلا بگی از فردا روزی 3 ساعت درس میخونم، یا از فردا ورزش میکنم، یا دیگه وقتم رو توی گوشی تلف نمیکنم. تصمیم رو میگیری، حتی شاید چند روز اولم خیلی خوب پیش بری، ولی بعد چی؟ کم کم شرایط برمیگرده به حالت قبلی و اینجاست که ممکنه با خودت فکر کنی پس من اراده ندارم. اما شاید مسئله اصلی اراده نباشه. یکی از ایده های مرکزی این کتاب اینه که تغییر واقعی معمولاً از تصمیم های خیلی بزرگ شروع نمیشن، از تغییرات کوچک شروع میشه. تغییراتی که شاید در لحظه خیلی مهم به نظر نرسند. یک صفحه بیشتر، چند دقیقه تمرین بیشتر، یک انتخاب بهتر، یک عادت کوچک که امروز انجامش میدی. مشکل اینجاست که ما معمولاً نتیجه رو خیلی زود میخوایم. اگر امروز ورزش کنیم انتظار داریم فردا تغییر رو ببینیم. اگر چند روز درس بخونیم انتظار داریم فوراً عملکردمون بهتر بشه. ولی عادت‌ها اینطوری کار نمی‌کنند. اثر واقعیشون با تکرار ساخته میشه. پس اگر امروز یک تغییر کوچک ایجاد کردی و نتیجه بزرگی ندیدی، این لزوما به معنی بی اثر بودنش نیست. ممکنه هنوز در مرحله باشی که نتیجه پشت صحنه در حال ساخته شدنه. حالا یه لحظه زندگی خودت رو نگاه کن. کدوم رفتار کوچیکه که اگه هر روز تکرارش کنی چند ماه بعد تفاوت بزرگی ایجاد میکنه؟ سوال مهم این نیست که چطور یک شب زندگیم رو عوض کنم. سوال بهتر اینه که چه رفتار کوچیکی رو میتونم طوری تغییر بدم که بتونم ادامهش بدم. چون مسئله فقط شروع کردن نیست، مسئله تکرار کردنه. و دقیقاً از اینجا میرسیم به یک اشتباه مهمتر. خیلی از ما برای رسیدن به نتیجه بیش از حد روی هدف تمرکز میکنیم. اما هدف به تنهایی کافی نیست. چرا هدف کافی نیست؟ فرض کن 2 نفر تصمیم گرفتن کتاب بخونن. نفر اول میگه من میخوام امسال 50 کتاب بخونم. نفر دوم هم همین هدف رو داره، اما نفر دوم یک سیستم برای خودش ساخته. هر شب قبل خواب 10 دقیقه کتاب میخونه. کتاب همیشه کنار تختشه، گوشی رو دور از دسترس میذاره. یعنی نفر اول فقط میدونه کجا میخواد برسه، ولی نفر دوم میدونه چطور قراره به اونجا برسه. این تفاوت خیلی مهمه. هدف میگه چه چیزی میخوای، سیستم میگه هر روز چه کاری باید انجام بدیم. و اینجا یک سوال جالب مطرح میشه. اگر همه آدم‌هایی که به یک هدف خاص رسیدن فقط به خاطر داشتن هدف موفق می‌شدن، پس چرا خیلی از آدم‌ها اهداف مشابه دارن ولی نتایج کاملا متفاوت می‌گیرند؟ چون داشتن هدف شروع ماجراست. سیستمی که هر روز اجرا می‌کنیم چیزیه که مسیر رو می‌سازه. پس اگر می‌خوای رفتارت رو تغییر بدی، فقط نپرس هدفم چیه، بپرس سیستم روزانه‌ای که من رو به این هدف میرسونه چیه. مثلا اگه هدفت موفقیت در درس خوندنه، فقط نگو میخوام نمره هام عالی بشه. ببین سیستم مطالعه چیه؟ چه زمانی مطالعه میکنی؟ کجا؟ با چه شرایطی؟ چطور حواس پرتی رو کم میکنی؟ چطور مرور میکنی؟ چطور اشتباهاتت رو بررسی میکنی؟ اینها چیزایی هستند که هدف رو به رفتار واقعی تبدیل میکنند. اما حتی این هم هنوز یک لایه عمیق‌تر داره، چون ممکنه سیستم داشته باشیم ولی بعد از مدتی خسته بشیم. اینجاست که بحث هویت وارد ماجرا میشه. عادت‌ها فقط رفتار نیستند، هویت هم هستند. حالا این سوال از خود بپرس. وقتی میگی من میخوام کتاب بخونم، در واقع داری درباره یک کار حرف میزنی. ولی اگه بگی من آدم کتاب خونی هستم، دیگه داری درباره هویتت حرف میزنی. این دو جمله شبیه هم به نظر میرسند، اما از نظر ذهنی تفاوت زیادی دارند. وقتی فقط دنبال نتیجه‌ای، ممکنه با خودت بگی باید ورزش کنم، اما اگه خودت رو کسی بدونی که برای سلامت خودش ارزش قائله، ورزش کردن کم کم تبدیل میشه به بخشی از تصویری که از خودت داری. این عادت‌ها فقط یک کار نیستند، یک رأی کوچیک برای اینکه تو چه کسی هستی هستند. هر بار که کاری رو تکرار میکنی، داری به خودت شواهدی میدی. مثلا یک بار مطالعه کردن تو رو یک دفعه تبدیل به یک فرد بسیار منظم نمیکنه، ولی هر بار که طبق برنامه‌ات مطالعه میکنی، داری به خودت نشون میدی من میتونم آدمی باشم که به برنامه‌اش پایبنده. این دیدگاه یک تغییر مهم ایجاد میکنه. به جای اینکه بگی من باید این کار رو انجام بدم، میپرسی
آدمی که میخوام باشم چه کاری انجام میده؟ حالا این سوال رو برای خودت امتحان کن. اگر میخواستی خودت رو به عنوان یک فرد منظم، ورزشکار، دانش آموز پرتلاش یا آدمی که مطالعه میکنه تعریف کنی، چه رفتار کوچیکی باید امروز انجام بدی؟ نه هفته بعد، نه از اول ماه، امروز. چون هویت با تکرار رفتارها ساخته میشه. اما رفتار از کجا شروع میشه؟ از یک چرخه، یک نشانه چیزی رو به ما یادآوری میکنه. بعد میل ایجاد میشه، بعد پاسخ یا رفتار اتفاق میفته و در نهایت پاداش دریافت میکنیم. اگر این چرخه رو بفهمی، میتونی شروع کنی به تغییر دادن عادت‌هات. چرخه‌ای که پشت عادت‌های ماست. تصور کن گوشی کنارته، صفحت روشنه، یه اعلان میبینی. این میشه نشانه. بعد ذهنت کنجکاو میشه، میخوای بدونی چه اتفاقی افتاده. این میشه میل. بعد گوشی رو بر میداری، این میشه پاسخ. و وقتی اطلاعات جدیدی رو میبینی، یک نوع رضایت دریافت میکنی. این میشه پاداش. این چرخه میتونه بارها و بارها تکرار بشه. نکته مهم اینه که خیلی از رفتارهایی که فکر میکنیم کاملا آگاهانه انتخابشون میکنیم، در واقع به نشانه اطرافمون وابسته است. پس اگر میخوایم عادت خوبی بسازیم، فقط روی اراده حساب نکن. محیطت رو هم تغییر بده. و اگه میخوای عادت بدی رو کمتر کنی، گاهی حذف نشانه از خود رفتار موثرتره. مثلا اگر میخوای کمتر با گوشی حواست پرت بشه، مسئله فقط این نیست که به خودت بگی گوشی رو بنداز کنار. میتونی گوشی رو از جلوی چشمت خارج کنی. اگر میخوای مطالعه کنی، کتابت رو جایی بذار که جلوی چشت باشه. یعنی محیط رو طوری طراحی کن که رفتار مطلوب راحت تر در دسترس باشه. این ما رو به اولین قانون میرسونه. قانون اول: عادت خوب را واضح کن. یکی از مشکلات عادتهای خوب اینه که خیلی وقتها مبهم هستند. میگی باید بیشتر مطالعه کنم. خب کی؟ کجا؟ چقدر؟ با چه شروعی؟ به جای این جمله یک برنامه مشخص بساز. مثلا بعد از شام پشت میز 10 دقیقه کتاب میخونم. اینجا رفتار دیگه مبهم نیست. زمان مشخصه، مکان مشخصه، شروع هم مشخصه. این همون ایده‌ایه که کتاب برای تبدیل تصمیم به رفتار مشخص مطرح میکنه. اما یک ابزار دیگه هم وجود داره: انباشت عادت. یعنی یک عادت جدید رو به عادتی که همین الان داری وصل کن. مثلا بعد از مسواک زدن 5 دقیقه مطالعه کن. بعد از صبحانه مرور برنامه روز رو انجام بده. بعد از برگشت به خانه 10 دقیقه استراحت و بعد شروع تکلیف رو انجام بده. مزیتش اینه که عادت قبلی تبدیل میشه به علامت شروع عادت جدید و بعد میرسیم به محیط. اگر میخوای کاری رو بیشتر انجام بدی، نشانه‌هاش رو بیشتر جلوی چشت قرار بده. اگر میخوای کمتر انجام بدی، نشانه‌هاش رو کمتر کن. مثلا اگر میخوای کتاب بخونی، کتاب رو روی میز بذار. اگر نمیخوای بی دلیل گوشی رو چک کنی، گوشی رو جلوی دستت نذار. خیلی ساده به نظر میرسه، ولی دقیقاً همین سادگی مهمه. چون ما گاهی دنبال راهکارهای پیچیده‌ای هستیم، در حالی که تغییر محیط میتونه تصمیم گیری رو خیلی ساده تر کنه. اما واضح بودن هنوز کافی نیست. ممکنه یه عادت رو واضح کرده باشی ولی اصلا حوصله انجامش رو نداشته باشی. اینجاست که قانون دوم وارد میشه. قانون دوم: عادت خوب را جذاب کن. ببین، مغز ما طبیعیه که به سمت چیزایی بره که جذابتر به نظر میرسن. برای همین ساختن یه عادت خوب فقط با گفتن این کار برای من مفیده کافی نیست. باید ببینیم چطور میتونیم انجامش رو جذابتر کنیم. یکی از ایده های مطرح شده اینه که یک کار مورد علاقه رو با کاری که باید انجام بدی ترکیب کنی. مثلا فقط در زمان پیاده روی پادکست مورد علاقت رو گوش بدی، یا فقط وقتی مشغول مرتب کردن اتاقی موسیقی خاصی رو گوش بدی. در این حالت چیزی که دوست داری به رفتاری که میخوای ایجاد کنی وصل میشه. از طرفی دیگه محیط اجتماعی مهمه. رفتار ما تا حدی تحت تاثیر آدمایی قرار میگیره که اطرافمون هستند. حالا صادقانه نگاه کن، آدم‌هایی که بیشتر وقتت رو باشون میگذرونی چه رفتارهایی رو طبیعی میدونند؟ آیا مطالعه کردن عادیه؟ ورزش کردن عادیه؟ کاری کردن روی هدفها عادیه؟ یا برعکس بی‌نظمی و عقب انداختن کارها عادی شده؟ گاهی برای تغییر رفتار فقط به اراده بیشتر نیاز نداریم، به محیط اجتماعی مناسبتری نیاز داریم. اما حتی اگر عادت واضح و جذاب باشه، هنوز یه مشکل باقی میمونه. ممکنه شروع کردنش سخت باشه و این ما رو به قانون سوم میرسونه.
قانون سوم، عادت خوب را آسان کن. یه نکته خیلی مهم اینجاست، هرچه انجام یک رفتار سخت‌تر باشه احتمال اینکه انجامش بدیم کمتر میشه. حالا به این فکر کن، اگر برای مطالعه باید اول میز رو مرتب کنی، بعد کتاب رو پیدا کنی، بعد جزوه رو پیدا کنی، بعد گوشی رو تنظیم کنی و بعد تازه شروع کنی، شروع کردن خودش تبدیل به یک پروژه میشه. ولی اگر از شب قبل همه چیز آماده باشه استحکاک کم میشه. اینجاست که قانون کم کردن استحکاک اهمیت پیدا میکنه. کار خوب رو ساده تر کن، کار بد رو سخت تر کن. یک مفهوم معروف کتاب هم قانون 2 دقیقه است. یعنی وقتی میخوای یک عادت جدید بسازی، نسخه ابتدایی اون رو آنقدر کوچک کن که شروع کردنش خیلی راحت باشه. به جای اینکه امروز باید 1 ساعت کتاب بخونم، شروع میتونه خیلی کوچیک‌تر باشه، فقط با باز کردن کتاب یا فقط با 1 صفحه. هدف این نیست که همیشه در همان اندازه باقی بمونیم. هدف اینه که ورود به رفتار رو آسان کنیم. چون سخت ترین قسمت خیلی از کارها خود کار نیست، شروع کردنه. حالا همین رو برای زندگی خودت امتحان کن. کدوم کار مفید رو مدام عقب میندازی چون شروعش سخته؟ چطور میتونی اولین قدمش رو کوچیک‌تر کنی؟ و از اون طرف اگر رفتاری رو نمیخوای انجام بدی، میتونی استکاکش رو بیشتر کنی. مثلا چیزی که حواستو پرت میکنه رو از دسترس خارج کن. هدف اینه که معماری محیط به نفع رفتاری باشه که میخوایی. اما هنوز یک حلقه باقی میمونه. چرا بعضی عادتها ادامه پیدا میکنند؟ چون بعد از انجامشون احساس رضایت میکنیم. پس باید عادت خوب رو رضایت بخش کنیم. قانون 4، عادت خوب را رضایت بخش کن. فرض کن یک کار خوب انجام دادی، ولی نتیجه اصلیش قرار نیست امروز دیده بشه. مثلا امروز درس میخونی اما نتیجه واقعی ممکنه هفته‌ها یا ماه‌ها بعد خودش رو نشون بده. اینجا یک مشکل وجود داره. مغز ما دوست داره پاداش رو نزدیک ببینه. برای همین اگر بتونی بعد از انجام یک کار مفید یک حس رضایت فوری ایجاد کنی، احتمال تکرارش بیشتر میشه. یکی از روش‌های کاربردی پیگیری عادت هاست. مثلا هر روز که عادتت رو انجام دادی علامت بزن. یک زنجیره شکل میگیره، بعد بخشی از انگیزت میشه حفظ این زنجیره. ولی اینجا یک هشدار مهم وجود داره. قرار نیست یک اشتباه کل مسیر رو نابود کنه. ممکنه یک روز نتونی عادتت رو انجام بدی. اشتباه اصلی این نیست که یک روز انجام ندی یا یک روز از مسیر خارج بشی. مشکل زمانی شروع میشه که اجازه بدی یک روز تبدیل به چند روز بشه. پس اگر یک بار شکست خوردی، هدف این نیست که خودت رو سرزنش کنی. هدف اینه که سریع برگردی. یک روز بعد نباید تبدیل به یک هفته بعد بشه. این طرز فکر خیلی مهمه، چون ساختن عادت به معنی بی‌نقص بودن نیست، به معنی برگشتن به مسیر بعد از لغزشه. حالا اگه همه این قوانین رو کنار هم بذاریم، یه سیستم جالب داریم. واضح، جذاب، آسان، رضایت بخش. و حالا سوال اینه: آیا همین 4 قانون برای همیشه کافی هن؟ تقریبا میشه گفت نه. چون حتی وقتی یک سیستم خوب ساختی، ممکنه بعد از مدتی احساس کنی دیگه پیشرفت نمی کنی. و حالا وقتی پیشرفت متوقف شد، احتمالاً این حالت رو تجربه کردی. اول یک کار جدید رو شروع میکنی، همه چیز هیجان انگیزه، پیشرفت میکنی، بعد از مدتی همون کار دیگه جذابیت روز اول رو نداره. اینجاست که خیلی ها فکر میکنن پس این روش دیگه جواب نمیده. اما ممکنه مشکل خود روش نباشه. ممکنه وارد مرحله شده باشی که پیشرفت دیگه مثل روزهای اول هیجان انگیز نیست. در این مرحله چیزی که اهمیت پیدا میکنه ادامه دادن و بهتر کردن سیستمه. یکی از ایده های مهم بخشای پایینی کتاب پیدا کردن نقطه ای از چالشه که نه آنقدر ساده باشه که حوصله‌ات سر بره و نه آنقدر سخت که دائما شکست بخوری. یعنی چالش باید با سطح فعلی تو تناسب داشته باشه. و یک مشکل دیگه هم وجود داره: خستگی از تکرار. وقتی یک رفتار رو بارها انجام میدی، ممکنه دیگه هیجان اولیه رو نداشته باشه. اینجاست که تفاوت بین آدمی که فقط انگیزه داره و آدمی که سیستم داره مشخص میشه. انگیزه ممکنه بالا و پایین بشه، ولی سیستم کمکت میکنه در روزهایی که انگیزه نداری هم حرکت کنی. آیا در زندگی خودت فقط وقتی کاری رو انجام میدی که انگیزه داری؟
اگر جواب آره هست، احتمالاً باید بیشتر روی سیستم کار کنی، چون هدف این نیست که همیشه هیجان زده باشیم. هدف اینه که رفتار درست حتی در روزهای معمولی هم قابل انجام باشن. و این ما رو به آخرین بخش میرسونه: چطور همه این ایده ها رو تبدیل کنیم به یک سیستم واقعی. ساخت سیستم شخصی. خب بیاین همه چیز رو کنار هم بذاریم. اگر بخوایم تمام این بحث رو در یک مسیر خلاصه کنیم، اول باید بفهمیم چه تغییری میخوایم. بعد عادت‌هایی طراحی کنیم که با اون هویتمون هماهنگ باشند. بعد کاری کنیم عادت واضح، رفتار مورد نظر رو با چیزی که دوست داریم پیوند بدیم و محیط اجتماعی متناسب داشته باشیم. بعد آسانش کنیم، مراحل اضافی رو حذف کنیم و شروع رو کوچک کنیم. محیط رو طوری بچینیم که رفتار خوب راحت‌تر انجام بشه و در نهایت رضایت بخشش کنیم. پیشرفتمون رو ببینیم، رفتار رو پیگیری کنیم و اگر یک روز از مسیر خارج شدیم، سریع برگردیم. حالا این نکته مهم، لازم نیست فردا صبح زندگیت رو از صفر بسازی. فقط یک عادت رو انتخاب کن، یک عادت. بعد از خودت بپرس این عادت این یعنی تغییر از یک تصمیم بزرگ تبدیل. و شاید مهمترین چیزی که باید از این کتاب با خودت ببری همین باشه که لازم نیست هر روز یک نسخه کاملا جدید از خودت بسازی. فقط باید هر روز با رفتارهای کوچیک یکی اون رو واضح کن، آسونش کن، جذابش کن و کاری کن که انجام دادنش رضایت بخش بشه. بعد از کار کوچیکی ساخته میشه که اونقدر تکرارش. دفعه بعد که خواستی چیزی رو تغییر بدی، از خودت نپرس چطور میتونم خیلی سریع نتیجه بگیرم. بپرس چه رفتار کوچیکی رو میتونم امروز شروع کنم و فردا دوباره انجامش بدم. همین سوال ساده میتونه نقطه شروع یک سیستم جدید باشه. و اگه این اپیزود برات مفید بود، توی قسمت بعدی این مجموعه با ما همراه باش، چون قراره باز هم سراغ ایده هایی بریم که میتونن چیزهایی که میدونیم رو به چیزهایی که واقعا انجام میدیم تبدیل کنن. اگر دوست داری قسمت های بعدی مجموعه رو از دست ندی، کانال رو سابسکرایب کن و همراه ما بمون.